در غربت بزرگترین سرمایه ما حساب بانکی و مقام نیست، بلکه اعتماد میان ماست. بسیاری از ما روزی با دست خالی، دل پر از اضطراب و صد امید به این سرزمین آمده ایم و این دست همدیگر بود که ما را سرپا نگه داشت. یکی برایمان راه را نشان داد، یکی ضمانت کرد، یکی قرض داد، یکی خانه و کار پیدا کرد و یکی از آبرو و اعتبارش برای ما هزینه نمود. اما درد آنجاست که گاهی همان کسی که از این همه محبت بهره برده پس از آن روی پای خود ایستاد، حرمت آن دستها را فراموش می کند. تلختر از همه آنجاست که از کسی نیکی ببینی، اما روزی که نوبت وفاداری، پاسخگویی و ادای دین برسد، حتی جواب تلفن تو را هم ندهد. بسیار سخت است. این فقط بی‌اعتنایی نیست، واقعا ناجوانمردی در برابر محبت است. اگر از کسی قرض یا کمک مالی گرفتیم، ادای آن را وظیفه اخلاقی و انسانی خود بدانیم، نه چیزی که هر وقت خواستیم به یاد آوریم. قرض ادا نشده، وعده فراموش شده تنها یک مسئله مالی نیست، ضربه است به اعتماد و انگیزه نیکوکاران. چون هر بار که کسی از حسن نیت دیگران سوء استفاده می کند، ممکن است در کمک را به روی دهها خانواده دیگر ببندد. یکی از دوستا دقیقا می گفت حال قرض الحسنه جای خود را به قرض السیئه گذاشته، چون هر چی که به کسی قرض میدی دیگه یادی از حسنات نمیشه و زمانی که میخوای قرض خود پس بگیری در واقع دیگه به گناه تبدیل میشه، چون چندین بار انسان به غیبت مواجه میشه، چندین بار مجبور میشی زنگ بزنی و بسیار اذیت میشه. چون هر بار که کسی از حسن نیت دیگران سوء استفاده کند، ممکن است در کمک را به روی دهها خانواده دیگر ببندد. بیاییم چنین نسلی از مهاجران باشیم که اگر دست ما را گرفت، حرمتش را نگه داریم. اگر کسی به ما اعتماد کرد، شرمنده‌اش نکنیم. و اگر از محبت کسی بهره بردیم، چنان رفتار کنیم که او فردا نیز با افتخار به دیگر کمک کند. جامعه‌ای که اعتمادش بمیرد، هر چند پر جمعیت باشد، متاسفانه تنهاست.